از این خیل برادرها بیزارم که گویم غلط نمیکنم. همون برادری که اگر زن و فرزند دهان گفته دشنام کنه و خب و اینجا آمده با صحبتهای ما را گوش کنه و گوید من به تو مخلصم و من تو را حرمت میکنم، اگر تو برادری من باشی و تو مرا حرمت کنی و مخلصی من باشی، تو هیچ وقت زن و فرزند، نه اینکه زن و فرزند خود، به کسی تو هیچ وقت دشنام برای خود شعار نمیگردانی. دادر عزیز، این مردی هم این نیست. گفتی همون ابو عبدالله رودکی مردی نبود فتاته را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. اکو یک فتاده است امروز زنها در دست ما و شما، امروز یک دستنگر ما و شما شدن، امروز دهان ما و شما را گوش میکنن. اکو همون دستنگر و همون در افتاده را ما در همون خیل حالت یافته و اکو لط و کوب کنیم. این دادرای عزیز، این جوان مردی نیست، این جوان مردی نیست. بود مردی نشان غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازین. انا تو موافق قرآن، موافق حدیث پیغمبر عمل کو، رفتار کو، حق مردی حق توست. ولی تا همین روز یک 5 یا 6 تا کلین ها خیلی 2 تاش از همین شهر بوده است، 3 تاش از ناحیه ها بوده است، آمدن شکایت کردن، 1 تاش عیب بوده است، خیلی اقرار شدن. 4 تا همینا خدا خیرتان دهد از خسرهاشون که خسرهای اونا را من میشناسم، از خسرهاشون شکایت کردن. خیلی 2 وجب ریش داره خسرش، خدا خیرش دهد. سالش هم میبینی دیگر گویم که در ظاهرش آدم دیدن برابر میگد همین آدم شب زنده داره. همین انسان بر این دیگر آدم خوب ممکن یافت نشود، لیکن افسوس که در داخل چیزی نداشته است، در داخل رحم نبوده است. من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. برادر عزیز، ای خسروی محترم، ای خوشتامن ظالم، گوش کن که پیغمبر خدا میگه کسی رحم نمیکنه به بندگان خدا، الله به او رحم نداره. یک رحمه برادر عزیز و گرامی. در همین خیل زمستان کودکا سر دست، چشم ها پر آب، زندگی میخواهن و اینا نه تو قطعی بچه من دیگه زندگی نمیکنی. بچه خواهانه، بچه دوستدار، فقط پدر اگر زندگی کنی من عاقد میکنم. این عاق از کجا یافتین شما؟ و برای همین کمتر رحم و انصافه برادر عزیز و گرامی، کمتر رحم انصاف بیدار کنید. اگر هم تا دختری تو را با کودکاش به خانه خود روان کند، احوال تا ببین، اما از خودت خلاصه برار. فقط با بعض میده ترین گناه شما اهمیت ندین. آخه کنی آدمی بیگناه، همون عمر خیام خدا خیرش داد گفته بود آخه ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو کنی یک انسان بیگناه. ما بیگناهیم، شما بیگناهیم، همه ما گناه داریم، همه ما لغزش داریم، همه ما خطا داریم. لیکن خدا را ببین، ان الله یحب العفو، خدا عفو دوست می‌داره، خدا بخشیدن دوست می‌داره. چرا تو دوست نمی‌داری؟ تام ببخشی چی گپی نداره. زندگی است، زندگی آینه بیش و کمیست. هر شب در آسمان ستاره نیست، همیشه آسمان زندگی یک جنگ می‌شود، یک کشاکش، یک قهر می‌شود، یک چی می‌شود، لیکن معنی را نداره که 3 طلاق در دامنش بیتی و جواب برای تو. این خیال نکنیم برادر عزیز. این سوالم گویم که از هم بچه های کولاب و هم از سوداگرهای شهر دوشنبه آمده است در باب دشنام دادن جوانای عزیز. در اصل من در این یک خطبم در این اطراف این موضوع صحبت کرده بودم، لیکن باز میگویم که حبیب خدا گفتن المسلم من سلم المسلمون من ید و اللسان. حبیب خدا مسلمان نشانش گفتن. مسلمان کیست؟ حبیب خدا گفتن مسلمان آن کسی هست که از دست و زبان او کسی آزار نمی‌یابد. مسلمان کی بوده است؟ کسی که از دست و زبانش
هیچ کس آزار نیابد، نه به دست نه به زبان کسی را آزار نمیدهیم. این علامت آدم مسلمان بوده است. آدمیت چیست؟ خود را دور از شر داشتن. شیخ سعدی آدم بیان کرده ایستاد است. آدم کیست؟ آدمیت چیست؟ یا آدمیت کیست؟ خود را دور از شر داشتن، خیرخواه خلق بودن، نفع بیزر داشتن. حضرت گفتن آدم آن کسی هست که از ضرر رسانیدن بر مردم خودش را محافظت میکند و آدم آن کسی هست که فقط فایدهش به مردم میرسد، ضرر او به مردم نمیرسد. اینا گفتن آدم میگویند. ببینید، اگر ما خواهیم که در جمله آدم باشیم، اگر خواهیم که در جمله آدم مسلمان باشیم، از روی حدیثی که در اول خواندم، باید که ما زبان آزاردهنده نداشته باشیم. من آدم گفته هستی کله جنبان. و حضرت مولوی جنون خدا رحمت کند بسیار گویم که شاید غضبناک شد. یگان شخصی را پرسید آدمی؟ گفت بلی. همین تا کلش جنبان گفت بلی آدم. گفت یگان آدمی خیلی نادرست بوده است، خیلی آدمی دشنام کننده بوده است که پرسیده است من آدم گفته هستی کله جنبان، چرا داری مزاج خوی حیوان؟ چرا تو گفت طبیعت حیوانی داری؟ وقتی تو آدم که باشی میدانی که آدم باید سیرت داشته باشد، آدم باید اخلاق داشته باشد، آدم باید بی ضرر و بی زیان باشد. تو چرا اخلاق، چرا تو طبیعت حیوانی داری؟ چخیل آدم هستی تو؟ گفت او چخیل گفت ای حضرت. چی گفتن؟ گهی چون سگ شوی در جنگ اخوان، گزی هر دیل را به زخمی دندان. آیا تو گفت همون آدمی نیستی که دعوای آدمی داری و گفت طبیعتی سگ در وجود راه دادی، مثل سگ میجکی، مثل سگ گویم میجکیش به معنای دشنام میدی، آزار دل برادر مسلمانت میدی. گهی سازی به هر کس خصلتی مار، دیهی هر مؤمن را سخت آزار. تو همون آدمی نیستی که خصلت ما را در وجودت راه دادی که دل بنده های خدا را آزار میدهی. آیا اگر شما را کسی دشنام دهد دل شما آزرده نمی شود؟ آزرده می شود، دل شما درمند می شود. آدم مسلمان، آدم مؤمن باید دشنام کننده نباشد. آدم دشنام کننده رسول اکرم گفتن سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. کسی که آدم مسلمان دشنام میدهد وای فاسق است. گفت فاسق شاهدیش در نکاح در مذهب امام اعظم درست نیست. آدم دشنام دهنده را در نکاح اگر کسی داند نمی دشنام کننده است، در نکاح وای ما شاهد نمیگیریم. فاسق درست نیست شاهدیش. نماز در پیش در آید، نماز مکروه است. کسی که دشنام میدهد. صحابه پیغمبر به نام ربیعه اسلمی بود. بار میگوید با ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک جای نشسته بودند. به ناگاه میگوید ابوبکر صدیق یک کلمه را برای من گفتند که ربیعه اسلمی میگوید. کمی من ناراحت شدم. البته هیچگاه ابوبکر صدیق وای از مادر دشنام نداد. هیچگاه ابوبکر صدیق وای لعنت نگفت، طعنش نکرد. شاید برای یگان اصلاح عمل ربیعه اسلامی یگان گپی درشتی گفته باشند. ربیعه اسلامی میگوید خیلی نافار شدم، طبیعتم ناراحت شد. ابوبکر صدیق وقتی که دید چهره مرا، حس کرد که از این سخن ابوبکر صدیق من ناراحت شدم. ابوبکر صدیق که آیت کریمه را از سوره احزاب خوانده بود، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پروردگار گفت ای پیروای محمد، شما را گفت، ما را گفت، ای پیروای محمد صلی الله علیه و سلم، زندگی پیغمبر، زبان پیغمبر، حیات پیغمبر، رفتار پیغمبر باید برای شما درس باشد. شما تمام عبرت و عبادت و درس از حبیب من محمد گیرید. گفت خداوند
حبیب خدا زبان دشنام کننده نداشتند، اخلاق حمیده داشتند، اخلاق خوب داشتند. حضرت انس میگوید بهترین مردم از روی آداب حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. اونقدر آدابی داشتند که حتی از معامله خوبش آدم مسلمان میشد. حکایه میارن که بار میگوید نگاه کرد یک مادری را که خیلی پیرانسال است در مکه مکرمه و در دستش میگوید همین مال زیاد داشت، گویم در همون سکه ها چیزی بسیار خرید کرده بود و این مادر بسیار بزور میرفت، بارش رو از نیم بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با این قدر درجات و مرتبه که داشتن دوان به پیش این مادر رفتن. سکه های این میگه از دستش همون بار و چیزی که در دست این مادر بود برداشت و مادر گفت برابر من آمدن بگیر، من تا خانه تو این بار تو را میبرم. این کمپیر میگوید این مادر برابر محمد صلی الله علیه و سلم قدم میزد. وقتی در اثنای راه این مادر چی گفت؟ گفت ای جوان، گفت میدانی که در مکه مکرمه یک جوان برآمده است به نام محمد، نشناختن که این محمد است، به نام محمد برآمده است و دعوای پیغمبری دارد. بچم گفت اصلا در دین وی داخل نشو، و دین پدر و مادر ما را گفت بیکار میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در برابر این سخن مادر چی گفتن؟ گفتن ای مادر، گفتن همان محمدی که تو میگویی که دین وی دین ناحق است، در دین او داخل نشو، همون محمد من هستم. گفت این مادر گفتن تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت اگر همون محمد تو باشی و این اخلاق و این رفتاری که از تو میبینم، قسم بر خدای تو که من به تو ایمان آوردم. ببین از اخلاق رسول اکرم، از رفتار و زبان شیرینش، یک مادری که گویا مشرک بود اسلام قبول کرد. رسول اکرم صلی الله، حضرت ابوبکر صدیق این آیت را از سوره احزاب خوانده بود که برای شما باید رسول اکرم حیاتش، رفتارش، گفتارش الگو باشد، درس باشد. در حال میگوید به طرف ربیعه اسلمی چی گفت؟ ای ربیعه، گفت در برابر این سخن درشتی که من بر تو گفتم تو هم بر من بگو تا که برابر شوی. ابوبکر صدیق بهترین انسان بعد رسول اکرم، شخصی که با دو نفر پروردگار سلام فرستادگی است، یکی ابوبکر است، یکی حضرت خدیجه است، خسر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یکی از عشره مبشره. در حال حیاتش رسول اکرم گفت یا ابوبکر انت فی الجنه، تو جنتی هستی. انا امین ابوبکر صدیق چی گفت؟ در برابر این سخنی که من گفتم ای ربیعه، یک کلمه را تکرار کن که باید برابر شویم. ربیعه اسلمی گفتن نه، گفتن من نمیگویم. گفتن رسول حضرت ابوبکر چی گفتن؟ گفتن قسم به خدا اگر در برابر این سخن من چیزی بر من نگویی، به رسول اکرم گفت من تو را خبر بدهم، نزد رسول الله از پشت تو گله میکنم. خیس از جاش میگد نزد رسول اکرم رفت حضرت ابوبکر. این بنی اسلمه اولادای ربیعه در اطراف ربیعه نشسته بودن. گفتن عجیب آدم بود، این کی بود؟ گفت هم سخن درشت میگوید، هم میگوید از بالای تو با نزد رسول اکرم شکایت میکنم. ربیعه گفت این مردم، گفت زبان تا نگه دارین، این ابوبکر است. گفت این ابوبکر است. گفت اگر با شرطی که ابوبکر از من ملال شود، رسول اکرم از من ملال می شود. گفت اگر رسول اکرم از من ملال شود، الله از من ملال می شود. از این خاطر گفت زبان حقارت از ابوبکر نگه دارید. و حضرت ربیعه میگوید از دنبال حضرت ابوبکر و نزد رسول اکرم آمد. گفت ای رسول اکرم، گفت ابوبکر صدیق یک سخن در برابر من گفت، من ناراحت شدم و مرا گفت مرا دشنام ده، من تا که برابر شوی من دشنام ندادم. رسول اکرم گفتن خوش به حالت ربیعه، اگر دشنام میدادی هلاک میشدی. وقتی ابوبکر دیدی به او خبر بده که خدا تو را معاف کند، خدا تو را ببخشد. از این کلمه گفت در برابر ابوبکر صدیق چیز دیگر نگو. ببین معامله ابوبکر صدیق در برابر یک کلمه که با ربیعه اسلمی گفت که وای در قدر و در منزلت از ابوبکر صدیق پس بودند، لیکن حضرت نخواستند که بالای او چی شود؟
بالای او قصاص در روز قیامت شود در برابر من دشنام ده. همین آدمایی که امروز دشنام میدهند کدام او همین معامله ابوبکر صدیق کرده میتوانند؟ هیچ کدامشون کرده نمیتوانند. برعکس ما در دشنام دادن من باز تا چند گوییم که جسور میشیم، غیرت میشویم، باز در کار شود میگوید خوبش کردیم، خوبش کردیم. نمیدانیم که روز قیامت وای بالای ما دعوا میکند، وای حسنات و نیکی های ما را میگیرد. این ما و شما نمیدانیم. برادرای عزیز، این دشنام دادن هم نشانه ایمانداری نیست. من این جواب انشاءالله جمعه آینده باز کاملتر به سمع شما میرسانم. الحال انشاءالله اینجا